something wrong with the school. Something doesn't feel right. What did you see? I saw a nun. سلام بر عاشقای دنیای وحشت، محمد هستم. سلام، مانی هستم. سلام بچه ها، ما توی لوکیشنی هستیم یه دهات خیلی بزرگه که تمام فاکتورهای زندگی، آب و همه چی هم داره، اما نمیدونم چرا ساکنینش ول کردن رفتن. واقعا میگم منم یکم صدامو گرفته، امشب کمتر هم کار میکنم. محمد بقیه توضیحاتش رو بتونیم. این روستا با اینکه همه فاکتورها رو به قول کیومرث داره، ولی یه چی عجیبی داره. یه صدای اومد، یه چیز عجیبی که هست. این روستا خیلی مشکوک ول شده و رفته بدون دلیل. خیلی هم آره، خیلی هم دور افتاده است. امشب فکر کنم اصلا نیازی به نه تلس چون خیلی هم فضا بزرگ دور ثابت نداریم، چیزی نیست. همینجوری شروع کنیم بگم حرکت کنیم دیگه. به نظر من از کدوم طرف شروع کنیم؟ میگم 2 تا دور میشه. 2 تا دوربین بهتره. خب شما دوربین تو سریع‌تر کنیم شب فعلا یه گشتی داخل محل بزنیم، ولی هی اولش مثلا نه اون من واردم که شدم اون صدا سیری که اومد از اینجا اومد، از این قسمت تو مثل قلعه ماننده اینجا. با اینکه خیلی هم خدمت داره ولی دیواراش همچنان استوار و محکم موندن. جالبه. یه درخت معلومه که چقدر اینجا خدمت داره، چقدر پیشینه‌اش زیاده، چون این درخت به راحتی انقدر نمیشه. کیومرث اول و آخرش معلوم نیست. خدا کنه امشب بتونیم صحنه خوبی اینجا شکار کنیم. حاجی نگاه اینجا زیر پا انگار خالیه ها. چاه داره اینجا؟ نه. کیومرث گفتن اینجا یه خزینه هم مثل که داره. اون سمتشه. من رفتم دور بزنم دیدم. بچه‌ها اینجاست؟ اینجا همونش نیست. اون فعلا یه دوری تو محیط میزنه. صدا بدی میاد. حاجی تاق چیه اونجا؟ ها؟ یه تاق اونجا دارم میبینی؟ نه این از سالمه. سلامت. هنوز نزونه کجا؟ نه بابا بیاد کل خزینه‌ش همینه؟ یا به نظر اینجا راه داره اضافه بس اینجا داره خراب شد. سقف اینجا خراب شده خوابه. چینجاست. سعی میزنن. آره سعی میزنن آقا. قشنگ داره خودش رو به ما نشون میده. گفتم امشب اینجا هیچ چیز نیاز نیست، به خاطر همین بود. چه؟
چیزی بچه ها دوربینم نورم ضعیفه به قرآن مجید نگید فوش. این موجود ماورایی که اینجا هستی واسه اثبات حضور خودت یه نشونه به ما بده که بدونیم اینجا هستی. ما قصد آزار و اذیت نداریم، فقط واسه اثبات حضور تو اینجاییم. اگر خودت رو نشون بدی ما واسه بخورات آوردیم که این بخورات فقط برای تو. یه نشونه محکم‌تر می‌خوایم که بدونیم اینجا هستی. چیه؟ لباس کو؟ ولی فعلا تصویری تا الان نداشتیم. یعنی هر جا که میخوا وارد شیم یه صدا میاد. اینجا ما یه دیگه رفتیم چه سر برآوردیم. خب بچه ها یه گرم بکنیم شد پیش. خب برگردیم بقیه. صدا خیلی دیگه داره زیاد میشه. شبه و شباس خدا به دادم برسه. میریم یکم گرم کنیم بشه یه میگو نفس چه بگیریم و دوباره بریم. خوشم میاد جایی که هست. بریم حالا اینجا بینم اینجا چی کار میکنیم. جدی بچه صدا قرآن یه آور رو داره. چی؟ آور رو داره. نمیشه از این بر بریم؟ از این بر؟ از این پاتو مراقب باش داداش. صدا میاد، صدا رو داری؟ یا کجاه؟ دقیق نیست. خب نشه چی کنه پس چیزی تصاف شد. چی مرسود دیواری که وایسادی روش کامل لقه ها. میدونم تکونم دار. صدا میاد حاجی. حاجی ببینم. برو حیثم تو ما پای سر اما دوربینو گرفتم. آقا سعی خورد کنارت. حواسان رو صدا به خدا سعی خورد کنارت. اینا خاکش اینه. برو طرفی نه. بس که حیات چیزی بود، یه درخت اینجا بود قبلا. مراقب باش. یا شیشه پهن کرده. یا شیشه پهن کرده. شیشه چه همه هستیم؟ شیشه یه چیزی هست کنیم
یا قرآن یا قرآن خودی بگی نمانی خودی بیا بسم الله بسم الله از اینجا از اینجا لحظه ساکت بچه بسم الله حاجی خیلی اوضاع خراب بسم الله حاجی خیلی اوضاع خرابه اوضاع جالبی باشه خیلی بد داره پیش میره مواظب باش مامان ها چیه؟ نمیدونم میتونی بگی خودشون نشون بدن ای موجود ماورایی که داخل اینجایی واسه اثبات حضور خودت یه نشونه به ما بده که ما بدونیم اینجا هستی ما رو نترسون این شجاعت نمیترسه کشو ترسون کم شد همین آره همسان چون هست این برنامه ها رو کاش که بیاری باشه صحبت کنیم کدوم این چیه کاش که برنامه رو بیاریم کنیم باشه ارتباط بگیریم ببین اصلا اینجا چند تا از اینا وجود داره تو سنگین بترسون خب مثلا میخوام محل سکونتش ما رو دور کنه دیگه نمیدونه که ما بسم الله یا خدا حاجی بسم الله عزت میکنم جو بیا 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 کاش که برنامه رو داریم بیرون ببینم چی بله ها نتونیم بس بودیم تاقشه رو دیدیم نه صدا پا میاد ببینو صدا چی بود؟ بسم الله بسم الله ایوان یا قرآن تو نگو رو دیواره چرا اینجا اصلا داریم فقط یه تیکه داریم حاجی صدا اگه صدای بیاد به ما آسیب نزن ما قصد آزار اذیتتون نداریم فقط واسه اثبات حضور تو اومدیم اینجا حاجی میرم باشی دو پشت دیوار باشی دو هیچی نیم برو هیچی نیم باشی دو بیا اما حیاتت که گفتی الان هیچی نیست ولی صدا میاد صدا میاد سر پشتمون اش بریم سمت دیگه بریم سمت پیرزه بریم سمت پیرزه خیلی بیا صدا پا میاد جدی آره جانم سر صدا که داریم تصویر نداریم ما از تو نمیترسیم ای موجود ماورایی که اینجایی خودتو به ما نشون بده یه تصویر هم خود به ما نشون بده ای اونجا ای اونجا بیا 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 بدو
چی اینجاست؟ دیدی سرک کشید. دوربین گرفتش؟ دوربین گرفتش مانی؟ آره نخواستیم نخواستیم را بسم الله بسم الله. یه نمه نکوش یه باشه هرچی بود اینجا جلو؟ از اینجا راه نداره؟ ها؟ بازه باش. آره من یه لحظه یه چیزی دیدم. خدا کنه گرفته باشش. نفسم به هم زد. چی شد؟ کجا؟ آقا بودی واسه اثبات حضور خودت یه نشونه به ما بده که بدونیم اینجایی. یا خدا یا خدا. ما ازت نمیترسیم خاک داره میریزه. ما ازت نمیترسیم یا بسلا بسم الله بسم الله بسم الله مانی گرفتی؟ بسم الله کمک رو دوباره آقا نشون بده ما ازت نمیترسیم نشون بده خودتو یه نشونه محکم‌تر بده که بدونیم اینجایی. چرا ما میکشیم نمیدونم. کو ببین از اینجا فشار به. این وحشتناک. مانی گرفتیش با دوربین؟ قشنگ خارج کن و دوربینم عقب‌تر بود.
حاجی دوره درخت توجه کردی تمام اتفاقات داره میفته. میگم بریم سر خزینه یه بار دیگه اونجا هم. آره بریم سر خزینه اونجا هم بگیریم. من احساس میکنم اونجا با یه تاقی اون طرف بود، باید اونجا رسلس روشن کنیم که بتونیم حداقل یه چیز خوبی شه. خب فقط خزینه رو الان داریم. کجا؟ بیا بیا روش نورو بگی روش، نورو بگی روش. آها شاید شدیدترش هم احساس کردی. خب به نظرم اینجا اسلس رو روشن کنیم. نظر چه داداش؟ خب من میگم با یه دوربین اسلس رو روشن کنیم، با یکی هم فیلم برداری باشه. بچه هست. آره چی نیست حاجی، صدا آره داخلش گرفتم. آره بیا اسلس رو روشن کنیم. بیا تو اسلس یه کار دیگه 7 هستش واجه. همون فقط اسلس میکنه بهش. مانیکاتی؟ آره برو بودی داری؟ یه لحظه اینجا چی اسکن صداش هم ایمون صدا رو داری؟ صدا پا رو داریم. سر سقفه صدا پا رو داریم. آها اینهاش یس اینجا اینجاست. بسم الله بسم الله بیا آقا اینجا سازش یه اعتباری الله. بهش نیست. برو بیرون. بسم الله
برو گوش. خب بریم داخل اون چنم یه خاموشش کرده بود دوربینته کلا اصلا یه 4 زدم 4 بس با همون یه اسلس هم اونجا بزنیم نمیزنه دیگه باور کن. اصل جانی که باید میرسیم نیست. خب به قرآن 100% شارژ بیام خب بیایید بیایید با موته بچه ها یعنی یه بلای سلام بوده تکبیر میزنم خیلی سنگی خیلی سنگی یه جای زبونم بند خیلی وضع خبر میگم کاشی بریم یه منطقه دیگه. هر چی هم یه گله رفت یه گله اون خونه اون پایین آره رو چشمشون هم برقیه خب بریم انصرافمون. خب اینجا میشه گفت که آخرین جاییه که ما فعلا میخوام فیلم بگیریم چون محیط خیلی زیاده بخوایم فیلم بگیریم ما شاید تا ساعت 6 صبح هم تایم کم بیاریم. اینجا دیگه آخرین فیلممون رو بگیریم و اگر چیزی اینجا رویت کردیم خب خیلی عالی میشه اگرم نه دیگه باید به نظر انصرافمون بخونیم و بریم چون اندازه کافی هم فکر کنم چیزا جالب ثبت کردیم. ای موجود ماورایی که اینجایی واسه اثبات حضور خودت یه نشونه به ما بده که بدونیم اینجا هستی. ما قصد آزار و اذیت نداریم تا واسط بخورات بفرستیم. بارو نگر تو یه نشونه قوی به ما نشون بده که بدونیم اینجا هستی. محمد چه؟ چه؟ سایی دیدم کجا؟ اینجا برو برو کجا؟ برو هوا برو یه لحظه دوربینو بده من ببینم. بیا بریم بیریم. اینجا هم دیواراش یه مقدار خرابه هم جامو خیلی یه مقدار تنگه میترسم بیا تو سرم. ای موجود ماورایی که اینجا اینهاش واسه اثبات حضور خودت یه نشونه قوی. مرسی ممنون اینجا محمد واسه اینجا آره ممنون بابت همکاریت. یکی بالا بود بالا بود. اینجا همه چی می‌بینی. ممنون کیوم از دقیقا پایینه ها اینجاست. محمد بالا میشینه آره داخل سلسا رو میندازش. یه دونم بالا وایساده. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد اینجا هم یه چیزایی داره میگه خیلی قدش بلنده. ممنون
ما بخورات رو میدیم و انصراف رو میخونیم و میریم. ممنون بابت همکاریتون. ما نه قصد آزار اذیت داشتیم، نه چیزی از اینجا کم کردیم، نه چیزی هم اضافه کردیم. طلسمی چیزی اضافه نکردیم. ممنون که با ما همکاری کردید. این بخورات برای شماست. محمد جان بزن شید. کار